در ولایت سوخت روز گذشته سنه 29 январ دو حادثه نقش ساختار به قید گرفته شد. ساختار اولین در یکی از منازل استقامتی جماعتی شادابه دهه قهرمان ناحیه اشت سر زده است. حادثه ساعت 5 صبح بنابر نادرست پیوست نمودن قوه برق به میان آمده است. در این باره صبح امروز سنه 30 январ مسئولین خدمات دولتی آتش نشانی ناحیه اشت طریق صحبت تلفنی به ما اطلاع دادند. حادثه نقش ساختار سری وقت خاموش کرده شد. ضرر عمومی از حساب ساختار به عمل آمده بیش از 15,000 سومانی را تشکیل داد. 6 نفر کارمندان آتش نشانی ناحیه سفربر شده با در جای حادثه خودی معاون سردار قسمی 65 خدمات موضوع ناحیه اش معیار خدمت داخله قهاری خوشلو کارمندان شرکت اش همراهی کرده همجمع هنگام خاموش نمودن ساختار کنجرهای منزل استقامتی با مال و ملک به مبلغ عمومی 130,000 سومانی از امین نگاه داشته شد. دویمین حادثه نقش ساختار خودی همان روز بگاهی سنه 29 январ تخمینا ساعت 18:40 در جماعت چارباغ شهر استراوشن به قید گرفته شد. ساختار در منزل استقامتی یک ساکنی همین شهر بنابر به نظارت گذاشتن آتش شکل کشاد سر زده است. حالا تفتیشات پیشکی عایدی این دو حادثه ادامه داشته سبب ضرر و عامل‌های آن معین کرده می شود. ساختارهای به عمل آمده با قوه نقلیات آتش نشان‌های همون شهر و ناحیه‌ها خاموش کرده شده. هنگام خاموش نمودن ساختارها مال و اموال شهروندان از ساختار امین نگاه داشته شد. خوشبختانه یگان حادثه‌های فوت به قید گرفته نشده است. دوام 30 روز ماه январи سال جاری در مقیاس ولایت 57 حادثه نقش ساختار به قید گرفته شده است. این رقم در مقایسه به همین دوره سال گذشته 16 عدد زیاد می باشد. تشویش آورش در آن است که از شماره عمومی ساختارها 43 عدد در منزل‌های استقامتی ساکنان به عمل آمده است. همچنین در نتیجه ساختارهای دوام یک ماه سال جاری 2 نفر فوتیدند. سبب‌های اساسی ساختار نادرست وصل و استفاده به ناقل‌های برقی، به نظارت گذاشتن آتش شکل کشاد، نادرست ساختن دودبراهای پیچ‌های بخاری، اینچنین به نظارت گذاشتن کودکان خردسال می باشد. سبب اساسی زیاد شدن حادثه های نقش ساختار را مسئولین به یک بار سرد آمدن حرارتی هوا در موسم امساله زمستان وابسته می کنند. زیرا اگر دوام 10 روز اول ماه январ در مقیاس ولایت 15 حادثه نقش ساختار به قید گرفته شده باشد، این رقم تا آخر ماه به 57 عدد رسید. ضرر عمومی ساختارها در این دوره بیش از 700,000 سومانی را تشکیل داده است. با مقصد پیشگیری نمودن حادثه های ساختار، ریاست خدمات دولتی آتش نشانی طبق فرمان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان چاره‌بینی‌های پروفیلاکتیک آتش نشانی رمزی محافظه در شهر و ناحیه‌ها جاری کرد که مقصد از گذراندن این چاره‌بینی پیشگیری نمودن حادثه‌های نقش ساختار، گذراندن کارهای فهماندهی بین اهالی و در منطقه اهالی نشین و اینچنین پیشگیری ساختارها در بازارها، مرکزهای سودا و انشاءات خارجی خلق می باشد که از طرف در این روز از طرف مهندسان و ناظران نظارت دولتی به اختیار از ساختار شهر و ناحیه‌ها کارهای فهماندهی با مرام ادامه دارد. مسئولین خدمات دولتی آتش نشانی ولایت سوخت برای پیشگیری از ساختار ساکنان را هشداری می‌دهند که در فصل سرما هنگام استفاده تجهیزات برقی و دیگر واسطه‌های گرمی دهنده احتیاطکار باشند. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبوف برای